جای کسی تو تیم ملی خالی بود؟ یعنی کسی که میتونست به تیم ملیمون کمک کنه؟ ما چون در مورد دیتا صحبت کردیم، فاصله سخت افزاری، اما منابع انسانی ایران رو من خودم، نه تعصبی، شما آقا همه عزیزان جواب بدن، نداریم. یعنی به قطر نمیرسه، به اردن نمیرسه منابع انسانی که ما داریم در کشورم. پکیج کلی اگه عرض بکنم خیر، شاید شما لحاظ فنی بفهمید که این بازیکن میتونه تو فلان بازی به ما کمک بکنه، من اسم نمیبرم، ولی مربی تیم ملی نگرشش فقط نباید به بحث فنی باشه. این پیراهن یه ارزشی داره. کسی که وارد اون زمین میشه، کسی که میخواد برای اون تیم بجنگه، باید اولین چیزی که در وجودش باشه ارزش و احترام برای این پیراهن باشه. هر بازیکنی که برای تیم ملی انتخاب شد، فارغ از مباحث فنیش که کاملا رصد شد، در لحاظ شخصیتی هم رصد شد و کنترل شد. به نظر من به عنوان عضو کوچیک کادر فنی، انتخاب کادر فنی برای بازیکنان بهترین ها در پکیج کامل و اصلی بود، یعنی از لحاظ شخصیتی، کاراکتری و از لحاظ فنی. حتی اینجوری عرض بکنم که آقای قرنینی جاهایی برای بازی‌های پیش رو، شما از ابتدا پلن مسابقات رو چیده بودیم، از اینجا بریم بالا این چه اتفاقی میفته، اون چه اتفاقی میفته. حتی برای بازی‌های خاص میدونستیم اینجا کدوم بازیکن باید بازی کنه، اینجا کدوم بازیکن، دو بازیکن کاملا متفاوت از هم دیگه توی پست. برای همین اون دوتا دعوت می‌شدن. من دوباره برگردم به جمله اولم. بذارید ما بازی ایران قطر، ما بازی رو باختیم، درسته؟ از لحاظ فنی چجوری میتونیم بگیم قطر بهتر بود یا ایران؟ باید برگردیم به آمار دیگه. ببینید شما یه اقتصاددان رو بیارید اینجا باهاش صحبت کنید، نتیجه باختیم دیگه. حالا هر چقدر آقای خیابانی، باختیم. الان یه موضوع بسیار مهمی رو آقای مازیار فرمودن. من نمیدونم، ما هممون فوتبال بازی کردیم، هممون با این فوتبال زندگی کردیم، هممون بهتر از هر کسی میدونیم. یه روز دوست بسیار عزیز من آقای خداداد از اینجا یه چیزی گفتن که شانس و فوتبال نقشی نداره. جمله بزرگترین مربیای فوتباله که شانس بخش مهمی از فوتباله. زمانی که در روی لیگ 30 هفته‌ای صحبت می‌کنید، آره شانس هیچ نقشی نداره، ولی وقتی وارد تورنمنت میشید، اولین موقعیتی که تیم قطر پیدا میکنه تو لحظه‌ای که 6 تا بازیکن شما تو یک سازماندهی دفاعی مناسب بین توپ و دروازه، شوت بازیکن قطر میخوره به زیر استوک کفش بازیکنتون، میخوره زمین، کمونه میکنه از بالای سر گلرتون میره تو گل. اینجا به شانس بستگی داره. ببینید آقا، من درست یا غلط فوتبال رو از زاویه‌ای می‌بینم که نتیجه اونقدر واسم اهمیت نداره. نمیگم دوست ندارم ببرم ولی همیشه وقتی فوتبال توی تیمی دارم کار میکنم، نه اصلا دارم فوتبال یه تیمو می‌بینم، بیشتر ذهنم درگیر مسئله فنی اون تیم میشه تا نتیجه آخر بازیش. وقتی در برابر قطر شما بازی می‌کنی، مالکیت توپ بالاتری داری، بیلاپ بالاتری داری، ایجاد موقعیت بالاتری داری، امید گل بالاتری داری، تعداد شوت به چارچوب بالاتری داری، بازی رو میبازی، من میگم تو روزی که میتونستی از لحاظ کیفیت فنی برنده بشی، بازی رو باختی. حالا باید بری سراغ این جزئیات که ببینید چرا بازی رو باختی، با وجود اینکه تو تمام شاخصه‌ها و آمار فنی، من راجع به آمارهای دم دستی صحبت نمی‌کنم، راجع به آمارهای کاملا حرفه‌ای، من راجع به پی پی دی ای صحبت می‌کنم، من راجع به بیلاپ ترکشن جدید صحبت می‌کنم، من راجع به انتقال منفی‌های سریع صحبت می‌کنم. وقتی شما تو همه این آمارها از تیم حریف بهتر بودی، اون بازی رو می‌بازی. حالا مربی‌ها باید بشینن 30 بار اون بازی رو ببینن چه جزئیاتی باعث شده توی اتفاق. می‌خواد یکی از اون جزئیات رو به شما بگم؟ برید بارها با دوربین بسته ضربه معضلی رو نگاه کنید. اگر واقعا اینجا تصویرش وجود داره، یک بار اون صحنه رو نگاه کنید تا من بهتون بگم اون ضربه‌ای که معضلی تو گل سوم زد، لولش از فوتبال آسیا کاملا بالاتر بود. کنترل توپ، چرخش و ضربه. بچه‌ها اگه دارن صحنه گل سوم قطر ما آمار داریم. آمار علم خشک و بیرحمی است. اما نکته‌ای که آقای خیابانی گفتن، مردم ایران آقا دنبال تایتلن. آقا سعید، الان دیگه نمیتونیم، عرض کردم سوالات رو افکار عمومی، مردم الان دوست دارن آقا تیمشون قهرمان بشه. حالا من، شما، آقای مازیار، آقای فکری، استاد جواد خیابانی بشینیم بگیم آقا ما تو درصد مالکیت توپ مقابل قطر خوب بودیم، عالی، دمتون گرم، خوب بودیم، ما نمیگیم بد بودیم آقا، ولی در نهایت فوتبال در پایان سوتش رو اسکوربورد میزنن مثلا 1-0 3-2. شما بپذیرید آقای الهویی که مردم کل دنیا میشینن فوتبال رو نگاه میکنن، در نهایت دوستان تیمشون برنده باشه. سعید هستی آقا، من تو رو خدا اجازه بدید، من الان موجی وقت تعیین میکنم دیگه. الان اجازه بدید آقا، اجازه بدید آقا جمله‌شو تموم بشه. بیشتر از آقا سید قفص یه جنبندی آقای فکری بفرمایید. من ناراحتیم، میدونی چیه؟ ببینید
مهدی جون تو وقت تعیین کن 3 دقیقه آقا محمود تموم شده ولی خب بفهم. می‌خوایم صحبت کنیم مهدی جان، آقا سعید خان، آقای مازیار. بفرمایید. ما میایم بعد از بازی‌ها این شکلی حمله می‌کنیم به هر حال ورزشکارامون. ما هیچ حمله‌ای نکردیم. آقا اجازه بدین دیگه آقای خیابانی. آخه چی اجازه بدن؟ آقا شما اجازه بدید منعقد بشه کلام آقا جواد شما من حرفمو بزنم. حمله نکردیم. آخه تو میگی ما این شکلی حمله می‌کنیم، به خدا حمله نکردیم. آقا سعید اولش من چیکارت کردم؟ شما اصلا امشب اجازه بدید. گفتم کاش قهرمان دیدم. آقای خیابانی بفرمایید آقا. بغل اونجا به درد من و به درد آقای علوی نمیخوره. میگم کاش قهرمان میدادن. ما وقتی میایم همینجوری حمله میکنیم به بازیکنامون و مربیامون، این باعث میشه آدمایی از حوزه‌های دیگه بیان یه جورایی خیلی گستاخانه تر، مثلا به علی دایی که ناموس فوتبالمونه بهش بی‌احترامی بکنه، بهش حرف بزنه. ما چند تا علی دایی تو آسیا داریم، ما چند تا علی دایی تو ایران داریم که هر کس و ناکسی بیان بهش حرف بزنن یا به اسطوره‌های دیگه‌مون. چرا؟ خب برای چی؟ من الان نگرانیم اینه، ما تیم ما بد بازی نکرده، چرا ما یه شکلی داریم حمله میکنیم به تیممون که یا حالا نه برنامه شما یا اصلا جاهای دیگه هم همیشه ما داریم یه جوری رفتار میکنیم که انگار ما مثلا تو مرحله مقدماتی حذف شدیم. و همین شکلی اگه ما انتظار قهرمانی داریم، چطور ژاپن و کره و نمیدونم عربستان و اونا نداشته باشن؟ اونا که دارن چندین هزار میلیاردی بالاتر از ما دارن هزینه میکنن، پس اونا چرا نباید الان همچین مراسمایی رو، همچین برنامه‌ای رو داشته باشن؟ من وکیل مدافع نمیدونم کادر فنی و من اتفاقا از آقای قلعه‌نویی دلخوریایی داشتم، به سیامک قلیچخانی زنگ زدم باهاش صحبتام کردم. من نیومدم اینجا از شخص آقای قلعه‌نویی یا بازیکن‌ها من دفاع بکنم، من اومدم واقعیت‌های فوتبال ما به مردم واقعیت‌ها رو بگیم، واقعیت‌هایی رو بگیم که به دردمون بخورن، واقعیتایی که ما بعد از بازی ژاپن بازیکنای ما از زور فشار، از اون فشار مضاعف این شکلی گریه نکنن، این شکلی سجده نکنن. مگه ما مگه گفتیم که آقا بازیکنای ما بدون خدا و پیغمبرن که مثلا بیان اونجا نشون بدن که مثلا من دارم خدا رو سجده میکنم؟ اینا همه فشار ناشی فشارهاییه که ماها بهشون وارد میکنیم. شما رو من نمیگم آقا شما نیستیم، من کارشناس،